سلام. امروز میخوام بهتون بگم که چطور میتونیم 2 ساعت یا حالا بیشتر داشته باشیم توی ویندوزمون. خیلی از ما هستیم که خارج از کشور زندگی میکنیم یا اقواممون خارج از کشور زندگی میکنن و دوست داریم که هر وقت میخوایم باشون تماس بگیریم یا به هر دلیل دیگه ای دوست داریم که 2 تایم رو داشته باشیم. من خیلی دیدم که 2 ساعت توی خونشون میذارن. میخوام بهتون بگم که چطور میتونیم توی ویندوزمون 2 ساعت داشته باشیم به 2 زمان مختلف. منوی استارت رو باز میکنیم، عبارت کلاک رو تایپ میکنیم. همین اولین گزینه add clocks for different time zone اینو کلیک میکنیم. اینجا میتونیم 2 ساعت دیگه اضافه کنیم علاوه بر اون ساعتی که داریم. خب من که خودم مالزی هستم، وقتم به وقت کوالالامپور نشون داده میشه. شو دیس کلاک رو فعال میکنم، این منو رو باز میکنم و میام بالا 3:30 فکر کنم تهران. آره 3:30 UTC یعنی زمان اصلی همون گرینیچ مین تایم به اضافه 3:30 که تهران باشه. اینجا میتونم بنویسم اسم ساعتمو بذارم تهران و اوکی کنم. حالا اینجا روی ساعت که بیارم ماسمو تو این کادر سفید رنگ ببینید 2 زمان رو نشون میده که مالزی ساعت چنده و زیرش نشون میده که تهران ساعت چنده. 2:20 حدودا مالزی، 9:50 حدودا تهران. اگر این منو رو باز کنم که باز اینجا تایم اصلی خودم رو نشون میده، اینجا تایم تهران رو نشون میده یا شهر دومی رو که حالا من انتخاب کنم، هر چی باشه نشون میده. میتونم به همین شکل 3 ساعت انتخاب کنم. موفق باشید. خداحافظ.